زورواری جسمانی زورواری نمی‌باشد که از طرف یک عضوی پایدار نسبت دیگر عضوی پایدار با رساندن ضرر جسمانی رخ می‌دهد. زورواری روحی باشد در تأثیر رسانی از گونه روحی یک طفل پایدار نسبت به دیگر طفل پایدار بودند و پس زدن شأن و اعتبار یک طفل پایدار از جانب دیگر طفل پایدار با راه تهدید، تحقیر و یا مجبور کنی و صادق نمودن حقوق بیان کنی یا کرداری که برای حیات و سلامتی جوان‌ها خطرناک است رخ می‌دهد. زورواری روانی باشد در کردار ضد حقوقی قصدانه یک عضو پایدار که به آزادی‌های جنسی و دخالت‌ناپذیری جنسی دیگر عضو پایدار تجاوز می‌کند. اینچنین حرکت‌های دارای شخصیت شهوانی که نسبت به طفل نابالغ و در صادق کرده می‌شود. دیگر نمود زورواری گفتیم که این زورواری اقتصادی می‌باشد که کردارهای ضد حقوقی قصدانه یک عضو پایدار نسبت به دیگر عضو پایدار با محروم ساختن از منزل استقامتی، خوراک، لباس، مال ملک و وسایلی که جبر دیده طبق قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان آنها را با خود دارد و این کردار می‌تواند باعث ویران در دیدن سالمی جنسی، روحی یا سر زدن دیگر حالت‌های ناگوار گردد.